موهای این خانم یکی از پرچالش ترین کارهای استاد منیره که این ویدیو رو استاد منیر توی پیجشون پین کردن. قسمت های رشد ریشه 90% سفیدی داره، وسط ساقه با رنگ مشکی پرکلاغ رنگ‌آمیزی شده و پایین موها از قبل دکلوره داره. بعد از اینکه به پای شیش دکلوره رسیدن، پایین مو رو کات میکنن و از رنگ 7 اکسترا، 7 خاکستری، 7 مرواریدی با اکسان 6% برای رنگ‌آمیزی ریشه ها استفاده میکنن. قسمت های ساقه رو فول پیچی میکنن تا رنگ‌آمیزی نشه. بعد از 45 دقیقه مکس، رنگسازی که توی کفش واسط نوشتم رو روی کل مو میریزن و به مدت 1 ربع ماساژ و مکس میدن. بعد از 1 ربع مو رو آب کشی میکنن و از گلوسینگ مسی و گلوسینگ نسکافه‌ای به صورت همزمان برای براق‌تر شدن موها استفاده میکنن. بعد از 5 دقیقه مو رو آب کشی میکنن و براشی میکنن و میبینید که به چه رنگ موی زیبایی دست پیدا کردن. اگه دوست دارین از این سبک از ویدیوها توی پیجم بیشتر داشته باشید، کلمه استاد منیر رو واسم کامنت کنید.